شبنم سورایو یکی از معروفترین ستاره‌های استرادای معاصر تاجیک روز 14 اکتبر به سن 40 رسید. برداشت‌ها از ایجادیات شبنم در جامعه یکسان نیست، ولی چه طرفداران و چه مخالفانش اعتراف می‌کنند که اگر او در جوهر استعداد فوق‌العاده نمی‌داشت، نمی‌توانست در طول اینقدر سال اینقدر محبوبیت را هم در تاجیکستان و هم در دایره‌های همزبان‌های ما از افغانستان و ایران به دست بیاورد. می‌خواهیم یا نخواهیم، ولی هیچ کس دیگر از خوانندگان معاصر تاجیک برابر شبنم سورایو نتوانسته است در بیرون از تاجیکستان اینقدر معروفیت به دست بیاورد. شبنم سورایو 14 اکتبر سال 1981 در شهر کولاب به دنیا آمده است. مادر او سورایو قاسمووا و یک خواهر دیگرش فرزانه خورشید نیز از آوازخوان‌های شناخته تاجیکستانند. شبنم دختر دوم سورایو قاسمووا میباشد. شبنم سورایو سال 2004 بعد جدا شدن از شوهر اولش که از خانواده در آن دوران در کولاب پرنفوذ چالوفا بود پای به صحنه گذاشت و بعد شهرت جوانی پیدا کردن ترانه هنوز اول عشق است به یکی از پرطرفدارترین ستاره‌های استرادای تاجیک تبدیل یافت. شبنم سورایو چندین سال پی هم جایزه بیگ اپل برای بهترین آوازخوان زن از تاجیکستان را به دست آورده هر سال در اروپا و آمریکا کنسرت‌ها می‌گذراند. اما در کنسرت‌های رسمی و در تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان ترانه‌های شبنم سورایو تقریباً صدا نمی‌دهند. شبنم سورایو سال 2014 همراه خواهرانش فرزانه خورشید و بیبی روزگل و دخترش شریفه ماه سفر حج عمره کرده بود و بعد زیارت مکه و مدینه چند سال در صحنه با حجاب هنرنمایی میکرد. اما در عکس و کلیپ ها و کنسرت های اخیرشان شبنم و فرزانه دیگر باره با لباس های اروپایی ظاهر می شوند. شبنم سورایو از آن آوازخوان‌های تاجیک است که در بین زادگان افغانستان و ایران نیز از محبوبیت زیاد برخوردار می باشد. اکثر ترانه های او خیلی زود و آسان در اینترنت مرز 1.5 میلیون تماشابین را طی می کنند و چند ترانه‌اش مرز 5 و حتی 10 میلیون تماشابین را هم پشت سر گذاشتند.